از مافیایی ترین ماشین ایران رونمایی شد. نسخه لیموزین دنا پلاس با قیمت 4.5 میلیاردی، اندازه یک کشتیه، با طول بدنه 9.5 متریش 4مین لیموزین بزرگ جهانه. انقدر بزرگه که همزمان 12 نفر میتونن سوارش بشن و آپشناش در حد کلاس جهانیه. داخل این غول سیاه رنگ یه صندلی 8 متری قرار دادن با یه تلویزیون 42 اینچ، 3 سانروف، قهوه ساز، نورپردازی و یه سقف کهکشانی با پنجره‌های شبیه هواپیما گذاشتن که میتونن ضد گلوله هم در آینده بشن. خلاصه همه چیزی که یه لیموزین کامل میخواد رو این دنا پلاس ویژه داره. یه سیستم تعلیق پنوماتیک هم داره که با یه دکمه میاد پایین تا راحت تر سوار بشن. کابین راننده رو از سمند سورن برداشتن که از کابین مسافر جداست و با بیسیم با هم صحبت میکنن. این ماشین فعلا جواز تردد توی خیابون رو نداره، ولی احتمالاً به زودی توی خیابون دیده میشه. اگر شما هم خوشتون اومد لایک کنید و نظرتون رو در مورد این ماشین خفن بگید.